در جای دیگه ای احمد کسروی یعنی یکی از مخاطبین احمد کسروی اینجوری بیان میکنه که در زمینه رواج فارسی در آذربایجان گفتگو بکنید، یعنی تو همون مجله پیمان، و اینجوری هم بیان میکنه که اگر فارس زبان ها کسانی که اهل آذربایجان نیستن این قضیه رو چیز بکنن، تبلیغ بکنن، نتیجه معکوسی خواهد داشت و بهتره که کسانی از داخل آذربایجان، یعنی همون احمد کسروی و محمود افشار و یک سری خودباخته دیگه، این کار رو تبلیغ بکنن. که احمد کسروی در جوابش میگه که راستی هم آذربایجانیان با آن جایگاهی که در ایرانیگری دارند داشتن یک زبان بیگانه شایسته آنان نیست و باید همگی دست به دست هم داده راه پیشرفت زبان فارسی در آذربایجان رو هموار بکنن. طوری این مخاطب احمد کسروی میخواد القا بکنه که یعنی خود ما هم دلمون میخواد که این زبان بیاد و جایگزین زبان ترکی بشه. و میریم صفحه 248 همین کتاب و میبینیم که باز یکی دیگه همین سوال رو پرسیده، سوالی که رواج زبان فارسی در آذربایجان رو. بعد القا هم میکنه که آرزوی شما یعنی احمد کسروی و هر ایرانی با حقیقتی اتخاذ یک دین، یک زبان و آیین زندگی است. باز برمیگرده به همون قضیه وحدت که شامل دین و زبان و نژاد واحد بوده. این رو همینجا بیان میکنه. این رو چه کسی بیان میکنه؟ نماینده ثبت کرمان ابوالقاسم حبشی اون زمان. با اعتقاد کاملی که به مؤثر بودن گفتار آقای کسروی هست، من و تمامی آذربایجانی ها بر این پیش آمد سپاسگزار خواهیم بود. این رو داره به ما القا میکنه که ایشون و مایی که آذربایجانی هستیم خیلی مشتاقیم که احمد کسروی اینا رو بنویسه و ما تبعیت بکنیم از ایشون. بعد در صفحه دیگری هم باز درباره زبان آذربایجان ما بارها گفته ایم و دوباره میگوییم باید همه آذربایجانیان این کوشش را به کار برند که ترکی از آنجا برکنده شود و فارسی همه آنجا را فرا بگیرد. دیگه از این آشکارتر نمیتونست غرضش رو بیان بکنه آقای کسروی که کمر همت به برچیدن زبان ترکی از آذربایجان بسته بودن. و البته در ادامه هم میگن که زبان متفاوت بودن زبان آذربایجان از تمامی ایران رو مایه تفرقه میدونن و احتمال میدن که برادری و یگانگی رو از هم بگسلد. و در صفحه 279 همین کتاب باز به یک شکل دیگه بیان میکنه که از جمله در زبان امروزی آذربایجان زبانی که ما میخواهیم از میان برود و نماند. یعنی این گزاره رو شما دقت بکنید. فقط من احساس میکنم این گزاره رو میتونیم توی این جمله رو فقط توی فیلم‌های کمدی میتونیم ببینیم، این شکل از بیان واضح و آشکار رو که پر از غرض است. یعنی جمله اصلا جدی به نظر نمیاد اینجوری یکی به چنین حالت جدی بیاد بیان بکنه که زبان یک ملتی رو میخوایم از بین ببریم. ولی باز در صفحه دیگر حالا بحث رو از اینم بزرگتر میکنه. این زبانهای پراکنده از ترکی و مازندرانی و گیلکی و کردی و سمنانی و شوشتری و مانند اینها که باید همگی از میان برود، ما امروز میتوانیم از آنها بهره یابی بکنیم. اینجا باز مسئله رو بزرگتر میکنه و کل باز برمیگرده به کل زبانها و نیم زبانهای رایج در ایران رو که از بین برن، ولی ما میتونیم از اینها استفاده هایی هم بکنیم، یعنی یه سری چیزهایی رو بگیریم برای اصلاح زبان فارسی، تقویت زبان فارسی، ولی در نهایت باید این زبان ها خودشون از بین بروند و نمانند. و حالا اسناد و اظهارات دیگه احمد کسروی داشته که دیگه وقت نیست که اونها رو